شاعره رحیم جان در جشنواره بین المللی شعر لیفت که از 11 تا 14 نوامبر در شهر استانبول ترکیه جریان دارد سزاوار جایزه زنان برای صلح شده است. برای اشتراک در این جشنواره که بار پنجم برگزار کرده می شود بیش از 500 ادیب از 69 کشور دنیا نام‌نویس کرده بودند، ولی به سبب پاندمی بسیاری از این ادیبان در جشنواره به صورت آنلاین اشتراک می کنند. شاعره رحیم جان برای اشتراک مستقیم در جشنواره لیفت به استانبول رفته بود و روز 12 نوامبر در ردیف 16 ادیب دیگر زن از سراسر جهان برنده جایزه زنان برای صلح شد. برنده جایزه زنان به خاطر صلح شدیم. بهترین جایزه در این شب و روز که همش از صلح میگوییم و نفرین میخونیم به جنگجویان. شدم و خیلی ممنونم. تاجیکی من خانه ات با خشت صلح آباد بخش، برخلاف امر شیطان، برخلاف نام بد، نوشته است شاعره در فیسبوک. شاعره رحیم جان 31 مارس سال 1977 در شهر وحدت به دنیا آمده رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. اولین دفتر شعرش سال 2003 با نام نخستین نامه‌های درد نشر شد. کتاب دویمش با نام واپسی نامه‌های درد سال 2013 به دست خوانندگان رسید. شاعره رحیم جان یکی از ترانه‌سرایان معروف به شمار می رود و برای آوازخوان‌های شناخته تاجیک ده‌ها ترانه نوشته است. اخیراً اسامبله خلق‌های اوراسیا سه شاعر تاجیک، شاعره رحیم جان، عبدالقهار قاسم و خاصیت ولیزاده را به انتولوژی زنده ادیبان جهان وارد کرد. جشنواره بین المللی شعر لیفت در استانبول نیز از جانب اسامبله خلق‌های اوراسیا دایر کرده می شود.